برای تمام تماشابینان خواهش میکنم که همین نوار را تا به آخر خوش گوش بیاندازید، از صدق دل متوجه باشید، خوش گوش بیاندازید، زیرا این نوار در باب دو دادرمان است که بسیار امروز محتاج کمک ما و شما هستند. اونها بیمار هستند، معیوب هستند. من انشاءالله بعدا نوارش رو میگذارم. خوب اول گوش بیاندازید. برادرای سخاوت پیشه، من میدونم که مردم تاجیک بسیار سخاوت پیشه هستند، بسیار دوست میدارند خیر کردن را از برای الله. هر کسی که به این دو دادرمان خیر میکند انشاءالله از برای الله خیر میکند انشاءالله، هم در دنیا و هم در آخرت الله اون خیر کردش را چند وجه کرده، چند درجه کرده برایش برمیگرداند. پیغمبر الله میگن المسلم اخی المسلم، یعنی مسلمان برادر مسلمان است. این دو دادرمان برادر ما و شما هستند. امروز اینها محتاج ما و شما هستند. باید ما و شما حد اقل 100 روبیل، 50 روبیل، 500 روبیل باید حد اقل سهممان را گذاریم تا که همین دو دادرمان شفا یابند. اینها خیلی خردسال هستند. اگر اینها را از خردسالی بیچینی نکنند اینها احوالشان بد میشد. برای همین ما و شما بی‌طرف نباشیم. من انشاءالله نوار را میگذارم، خوش گوش بیاندازید. مادر این دو دادرمان صحبت کردند و این دو دادرمان هم هستند. السلام علیکم پدران، مادران و برادران اهل اسلام. من یکی از زنان مسلمان هستم، مادر 3 فرزند که 2 فرزندم معیوب می باشند. یکی 9 ساله و دیگری 5 ساله هستند. سالها شد فرزندانم را طبابت کردیم. در نظارت دختران هستند اما زورم نمی رسد. کسانی می توانند به ما کمک کنند تا که طبابت فرزندانم را دوام دهم. کمبودی هم مشکل است. آدم مجبور می کند که دستی کمک طلب کنی. خداوند نگهبانتون باشه، در پناه الله باشه. چه خیلی که نوار را دید، این احوالی دو دادرمان را دیدید، بسیار بیماری سخت هستند. خواهش من این است که نرم دل باشید، بی‌طرف نباشید. هر کسی که گوش کرد حد اقل 100 روبیل یا 50 روبیل و آنهایی که کیسهشان یعنی خوب جا نرمال است 1000 روبیل، 500 روبیل از برای الله برای همین دادرمان خیر بکنید. کارت سیبربند در روی اکران دیدی ایستاده و هر کسی که باور نمی کند خودی همین نام بری، آنها در اینجا هست، نام بری مادرشان است. مرحمت ویدیوزمنا کنید، احوال پرسی بکنید، با باوری کامل سهمتان را گذارید. این حق است، این یگان شریف نیست. خواهش من این است که بی‌طرف نباشید. کاری که برادرای عزیز برادرانی که سرحد قزاقستان را از شهر مسکو گذشتند میخواهید به شما کمترین بهترین را مصلحت میدیم که چند سال شد که کار و فعالیت کردید سادات. حتما فراموش نکنید از نام کانال حق تیوی گپ زنید. برای دکمین هایتان برای شما کمک میکنند و همچنین ماشین های زمانوی بوده، باز وای فای دارد و شما را آمیده از جای زیستان گیته به سرحد قزاقستان برده به خواست الله به جای زیستان میرسانند. برادرای عزیز، اگر خواهید که برادرتان حق تیوی روی نوار برید، حتما ما را دستگیری کنید، به همین کمپانی روید، از نام کانال ما گپ زنید. ان شاء الله به نزدیک